کچل و تاجر خسیس. روزی روزگاری پسرک کچلی برای یک تاجر خسیس و ظالم نوکری میکرد. تاجر هر روز ساعتها از کچل کار میکشید و شب او را با مقداری نان خشک و بیاد به خانه اش روانه میکرد. کچل به خاطر نان خشک هایی که خورده بود دهانش پر از زخم شده بود. یکی از شبها کچل مزدش را گرفت و راهی خانه شد. در همین موقع پسر کوچک تاجر نیز با او همراه شد و به خانه کچل آمد. ننه کچل هر بار که پسرش به خانه می آمد و مقداری نان خشک می آورد آن را با آب نرم می کرد. آن شب کچل خیلی احساس گرسنگی می کرد. به همین خاطر نان خشک را به دندان کشید و شروع کرد به خوردن آن. یک دفعه یکی از دندانهای کچل شکست و ناله کچل بلند شد. پسر تاجر تا ناله او را شنید با شیطنت این ترانه را خواند: کچل و مچل نخودی کچل. ننه کچل وقتی دید پسرش از درد می نالد و تاجرزاده او را مسخره می کند ناراحت و عصبانی شد و با چشم پره گفت: تو نباید این حرفا را بزنی، مگر نمی بینی دندون پسرم شکسته و ناله می کنه؟ ولی پسر تاجر اعتنا نکرد و دوباره همان ترانه را خواند. کچل هم طاقت نیاورد و نان خشک را به طرفش پرت کرد. نان خشک محکم به پیشانی پسرک خورد و آن را شکافت. پسرک دست بر پیشانی گذاشت و با ناله به طرف خانه دوید. تاجر خون را که دید با دست پاچگی پرسید: چه کسی این بلا رو سرت آورده؟ پسرک با گریه گفت: کچل، کچل. تاجر ناراحت شد و چند نفر را به خانه کچل فرستاد. کچل از ترس پنهان شد. آدم‌های تاجر خبر بردند که کچل فرار کرده است. تاجر فکر کرد چند روز که از این جریان بگذرد با چرب زبانی او را به کار میگیرم و بعد هم میدهم آنچنان او را بزنند که جانش بالا بیاید. چند روز بعد تاجر کسی را به خانه کچل فرستاد و به او گفت: گذشته ها گذشته، حالا دیگه پیشونی پسرم خوب شده، باشو بیا سر کارت. کچل با آن همه زرنگی نفهمید تاجر برایش چه نقشه ای کشیده است. از طرفی چاره ای نداشت، باید کار میکرد و نان به دست می آورد. برای همیشه که نمی توانست در خانه پنهان بماند. به همین دلیل به خانه تاجر رفت و دوباره کارش را شروع کرد. روزی کچل از کار زیاد خسته و کوفته شد و به جای اینکه به خانه برود رفت به استبل و آنجا دراز کشید. تاجر که به دنبال چنین فرصتی میگشت 3 نفر از نوکران خود را به سراغ کچل فرستاد. آنها به استبل رفتند و کچل را توی کیسه ای انداختند و نزد تاجر آوردند. تاجر به نوکرانش گفت: شما بروید، من باید با دستهای خودم او را بکشم. آن وقت با مشت و لگد به جان کیسه افتاد و آنقدر زد که کچل بیهوش شد. وقتی تاجر دید دیگر صدایی از درون کیسه نمی آید نفسی راحت کشید و با خود گفت: کچل مرده، حالا بهتره کمی استراحت کنم و بخوابم، بعد سر فرصت جسدشو پنهان میکنم. تاجر به قدری از زدن کچل خسته شده بود که تا دراز کشید و پلکهایش را روی هم گذاشت به خواب رفت. کچل سخت جان بود و با آن همه کتکی که خورده بود هنوز زنده بود. تا صدای خر و پف تاجر را شنید با زحمت زیاد از کیسه بیرون اومد.
مقداری گرد بیهوشی در بینی تاجر ریخت و او را داخل کیسه انداخت. بعد یکی از لباسهای تاجر را پوشید و به حیاط رفت. کچل نوکران تاجر را به اتاق فرستاد و گفت تا جایی که میتونید اون رو بزنید. نوکران تاجر هنگامی متوجه قضیه شدند که کیسه پاره شد و تاجر با هیکلی له و خرد شده بیرون افتاد. تا 1 هفته تاجر نمیتوانست از بستر برخیزد. بعد از آن خروسی را به عنوان رشوه نزد قاضی برد. قاضی نیز داروغه را صدا کرد و گفت کچل یا باید 100 دینار جریمه به تاجر بدهد یا اینکه 1 سال به طور مجانی برای او کار کند. کچل چون پولی نداشت تصمیم گرفت 1 سال به طور مجانی برای تاجر کار کند. تاجر از او خواست زمین را شخم بزند. کچل از صبح تا شب گرسنه و تشنه زیر آفتاب کار می کرد و عرق می ریخت. روزی خیش کچل به چیزی گیر کرد. وقتی زمین را کند کوزه‌ای پر از طلا پیدا کرد. کوزه را بغل کرد و به طرف خانه راه افتاد. چند تا از سکه ها را هم برای خودش برداشت. زن تاجر سکه ها را در دست کچل دید و زود به شوهرش خبر داد و گفت ای مرد، کچل 1 عالمه سکه طلا داشت. من نمیدونم اونها را از کجا آورده. باید به هر قیمتی شده اونها را از چنگش در بیاریم. همان شب تاجر کچل را کنار خود نشاند و به او گفت میبینم که پسر خیلی خوب و زحمتکشی هستی. دوست دارم که پول زیاد به دست بیاری. چطوره که ما هر دو 1 دروغ بگوییم و دروغ هر کس بزرگتر و باور نکردنی تر بود 100 سکه برنده است. کچل فکری کرد و گفت باشد، ولی باید این قرار را روی کاغذ بنویسی تا اگر من برنده شدم زیر آن نزنی. تاجر زود چیزی را که کچل گفته بود نوشت و زیر آن انگشت زد. کچل فوراً کاغذ را در جیبش گذاشت و گفت جناب تاجر، من حاضرم دروغ بزرگ و باور نکردنی تو رو بشنوم. تاجر گفت پدر بزرگ من 1 یابوی بزرگ داشت. یابو آنقدر بزرگ بود که هیچ طویله‌ای در دنیا پیدا نمی‌شد که بتوان یابو را در آنجا نگاه داشت. فقط در آسمان طویله‌ای بود که پدر بزرگم ناچار یابو را در آنجا نگه می داشت. وقتی حرف تاجر به اینجا رسید کچل گفت بله درست است. پدر بزرگ من پاهای خود را روی رنگین کمان می گذاشت و بالای آسمان می رفت. آنجا طویله‌ای درست کرده بود به اندازه 1 وجب که هرچه یابو در دنیا بود در اونجا جا می شد. پس پدر بزرگ خدا بیامرز تو هم یابوی خود را در طویله پدر بزرگ من می گذاشت. ببین طویله پدر بزرگ من چقدر بزرگ بوده که 100 تا از آن یابوهایی که تو می گفتی در آنجا جا می شد. تاجر که دید دروغ کچل از دروغ او 100 بار بزرگتر و باور نکردنی تر است فوراً گفت دروغ هر دوی ما کوچک بود. جر و بحثشان آنقدر بالا گرفت که مجبور شدند پیش قاضی بروند. تاجر بار اول برای اینکه قاضی به نفع او رأی بدهد 1 خروس به عنوان رشوه آورده بود. بار دوم هم برای اینکه به قاضی بفهماند رشوه خواهد داد قبل از هر چیز شروع کرد به صحبت کردن در مورد خروس. کچل که دریافته بود بین قاضی و تاجر رازی هست رو به تاجر کرد و گفت ای تاجر،
چرا اینقدر خودت را عذاب می‌دهی و از خروس صحبت می‌کنی؟ به من نخودی کچل میگم. نمیتونی کاری کنی چون من از تو اثر انگشت و نوشته دارم. زود باش 100 سکه منو بده. تاجر که چاره ای جز دادن 100 سکه نداشت تا صبح فردا از کچل مهلت خواست. تاجر به خانه برگشت و به همسرش گفت فردا صبح وقتی کچل اومد سکه ها رو بگیره به اون بگو تاجر مرد. اون وقت کچل که تیرش به سنگ خورده برمیگرده و میره پی کار خودش. صبح روز بعد کچل به در خانه تاجر آمد و به زنش گفت خانم به تاجر بگید 100 سکه منو بده. زن تاجر گریه کنان گفت ای کچل، دیروز که تاجر به خانه رسید عمرش را به شما داد. شوهر بیچاره من مرد. کچل که دریافته بود ماجرا چیست گفت خدا بیامرزتش. مثل این که دیروز میدونست رفتنیه، چون وصیت کرد اگر مرد من بیام او رو بشورم. بعد از این حرف در حالی که اشک میریخت سراسیمه داخل خانه شد. تاجر روی تخت بی حرکت دراز کشیده بود. زود یک دیگ پر از آب روی اجاق گذاشت. وقتی که آب جوشید و زن تاجر برای انجام کاری بیرون رفت فوری دیگ را روی تاجر ریخت. تاجر در حالی که داد و فریاد می کرد از جا پرید. زن هراسان وارد شد. کچل به او گفت اگر به موقع نرسیده بودم تاجر حتما مرده بود. من اونو از مرگ حتمی نجات دادم، پس به جای 100 سکه باید 200 سکه به من بده. تاجر که دید نمیتواند از دست کچل خلاص شود و ترسید که بیشتر از اینها به کچل بدهکار شود، ناچار 200 سکه به او داد و با خود عهد کرد که دیگر هیچ کاری با کچل نداشته باشد.